سلام دوستان، میخوام یک تعریفی راجع به هوش مصنوعی توضیح بدم. هوش مصنوعی یا AI در واقع یک نوع تکنولوژیه که قابلیت تفکر داره. البته این تفکر با آنچه ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تفاوت زیادی داره و در واقع سعی داره ازش تقلید کنه. AI اختصار Artificial Intelligence. Artificial به آنچه گفته میشه که به صورت طبیعی به وجود نیومده و در واقع توسط انسانها تولید شده. اینتلیجنس هم به توانایی تفکر و آموختن بر اساس تجربه گفته میشه. هوش مصنوعی بنابراین چیزیه که طبیعی نیست، اما میتونه تفکر کنه و بر اساس تجربه یاد بگیره و تصمیم گیری انجام بده و همه اینها رو انسانها بهش دادند. حالا یکی از عوامل خیلی مهم در هوش مصنوعی پرامپته که حالا فارسیشو هنوز نمیدونم. پرامپت چیه؟ پرامپت یک دستور، سوال یا متن راهنماست که کاربر به مدل هوش مصنوعی میده تا مدل بر اساس اون پاسخ مناسب رو تولید کنه. در واقع پرامپت پل ارتباطی بین کاربر و مدل هوش مصنوعی و هرچه دقیق تر طراحی و نوشته بشه نتیجه مطلوب تری حاصل میشه. کیفیت و دقت پرامپت به شدت بر خروجی مدل تأثیر میذاره. یک پرامپت واضح و دقیق معمولاً پاسخ بهتری نسبت به یک پرامپت مبهم ایجاد میکنه. مثلا در تولید تصاویر اگر کیفیت و دقت پرامپت شما و دیتیل ها کاملا مشخص باشه، خروجی تصویر شما بسیار واضح و نزدیک به ایده اصلی شما خواهد بود.